سلام، این اولین ویدیو یوتیوب من هست. امیدوارم که ویو خوبی بگیره. ما بیت کوین رو داریم تو تایم فریم 4 ساعته. من اومدم یه خط روند کشیدم که این خط روند نقاط خیلی زیادی بهش برخورد داشته، واسه همین معتبره. یکم اومدم بهترش کردم، ولی خب شما همین رو ببینید کافیه که نقاط برخورد داشته و خط روند کاملا اصولی و درسته. ما اینجا 2 تا سقف میبینیم که یکیش بالاتر است، یکی دیگه‌شه. الان براتون دورش رو خط میکشم. ببینید یه سقف کوتاه‌تر تشکیل شده و همینجا به ما اخطار نزول رو میده و اومده خط روند رو شکسته بعد از اینکه سقف کوتاه‌تر زده و الان داخل پولبکه. پس ما از همینجا انتظار ریزش داریم، چون پولبک اصولی اتفاق افتاده و کندلای نزولی هم ما داریم میبینیم و از همینجا ما شاهد ریزش هستیم تا حدوداً تا منطقه 60,000 تا بیت کوین بعد از این شکست میتونه ریزش داشته باشه. پس تو این تحلیل ما فهمیدیم بیت کوین ریزشیه فعلا و تو تایم فریم 4 ساعته با دیدن کندلای نزولی ما میتونیم شورت بگیریم. امیدوارم این ویدیو واسهتون موثر بوده باشه. لطفا خودتونم قبل هر پوزیشن گیری تحلیل کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.